دوستان عزیزم سلام، بهنام رستمی هستم. یکی از معروفترین و خوشمزه ترین غذاهای ایرانی فسنجونه. استان گیلان و شهر رشتم که به شهر غذای ایران معروفه چندین مدل فسنجون متفاوت و خوشمزه داره که امروز میخوام این خورشت لذیذ یعنی اناربیج رو با تمام نکاتش بهتون یاد بدم تا شما هم درستش کنید و ایمان بیارید که اناربیج خوشمزه ترین غذاییه که هر کس میتونه درستش کنه. توی این پست سبزی ها و نسبتشون رو هم بهتون میگم، اینکه چجوری فسنجونتون روغن بندازه رو هم یادتون میدم و خلاصه هر چیزی که در مورد درست کردن این غذای خوشمزه لازم باشه رو الان میخوام بهتون یاد بدم. پس با من همراه باشین و لایک و کامنت هم یادتون نره. برای اینکه آموزش های بیشتری رو هم از صفحه من یاد بگیرین حتما این پیج رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو هم فعال کنین تا هر وقت پست جدید گذاشتم یوتیوب بهتون اطلاع بده. خب دیگه بریم سراغ آموزش اناربیج، یکی از خوشمزه ترین فسنجون های ایرانی. من خورشت اناربیجم رو به سبک گیلانی های دوست داشتنی توی گمج یعنی این ظرف سفالی شمالی درست میکنم که البته شما میتونین توی هر ظرف دیگه ای تهیه‌اش کنین، ولی اگه از گمج استفاده میکنین حتما زیر شعله پخش کن بذارید و حرارت گازم کم باشه تا به گمجتون آسیبی نرسه. حالا با همون حرارت کم گردوهایی رو که آسیاب کردیم بدون روغن تفت میدیم تا گرم بشن. در ادامه میبینید که خود گردوها به مقدار کافی روغن میندازن و نیازی به اضافه کردن روغن نیست. مقدار گردو و باقی موادی هم که برای درست کردن این غذا لازمه آخر همین ویدیو بهتون میگم. فعلا با همون حرارت کمی که گفتم گردوها رو تفت میدیم تا یه مقدار گرم بشن. نه قرار رنگ گردوها تغییر کنه نه گردوها سرخ بشن، فقط میخوایم گرمشون کنیم تا با کارهایی که در ادامه میکنیم روغنشون حسابی در بیاد. وقتی گردوها گرم شدن وقت اضافه کردن رب انار ترشه. خب همونطور که میدونید غذاهای شمالی ترش مزن و به نظر من یکی از دلایل جذابیتشون هم همینه. ولی خب اگه شما ترش دوست ندارین میتونین توی این مرحله از رب انار ملس هم استفاده کنین و به سلیقه خودتون یه مقدار طعم غذا رو تغییر بدین. رب انار رو هم با گردو و همون حرارت کم توی گمج تفت میدیم تا اونم مثل گردو گرم بشه و به خورد گردو بره و حسابی بهش طعم بده. وقتی رب انار و گردو در همین حدی که میبینید به خورد هم رفتن و داغ شدن وقتشه که برای اولین مرحله بهش آب یخ اضافه کنیم. این روشی که بهتون میگم حتی روغن بیکیفیت ترین گردوها رو هم قشنگ در میاره. پس یه لیوان آب یخ میریزیم توش، یکم همشون میزنیم تا گردو خوب توی آب حل بشه. بعد لیوان دوم آب یخ رو هم بهش اضافه میکنیم و این شok که گردوهامون داغ بودن و یهو بهشون آب سرد اضافه کردیم باعث میشه که روغنشون حسابی در بیاد. وقتی موادمون چند دقیقه روی حرارت موندن و شروع به قلقل خوردن کردن، مطمئن که شدیم داغ شدن، برای بار دوم بهش آب یخ اضافه میکنیم و باز به گردوهامون شوک دمایی وارد میکنیم. توی این مرحله باز 2 لیوان آب یخ میریزیم توی گمج و روی حرارت کم همشون میزنیم تا دماشون بره بالا و شروع به قل خوردن کنن. بعد 1 لیوان آب یخ دیگه هم میریزیم توش و تا اینجا 3 بار به گردوها شوک وارد کردیم. حالا وقتشه که نمک و فلفل سیاه هم به خورشتمون بزنیم و در ظرف رو بذاریم تا موادمون با شعله کم نیم ساعت قل بخورن و حسابی داغ بشن. توی این مدت خواستم بهتون بگم که لطفاً اگه این آموزش رو دوست دارین برای حمایت از من حتما این صفحه رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو فعال کنین و این پست رو هم لایک کنین و با نظراتتون توی بهتر شدن آموزش های این صفحه به هم کمک کنید. بعد از نیم ساعت دوباره میایم سر وقت خورشتمون رو با 1 لیوان آب یخ دیگه بازم بهش شوک دمایی وارد میکنیم و دیگه خیالتون راحت باشه که روی فسنجونتون یه وجب روغن میندازه. پس در گمج رو میذاریم تا 2 ساعت با شعله کم قل بخوره و جا بیفته. حالا وقتشه که بریم سراغ باقی مواد لازم برای درست کردن اناربیج.
اول سبزی‌ها رو ریز خورد می‌کنیم. سبزی‌هایی که ما بهش نیاز داریم این هاست: نعنا، جعفری، گشنیز، تره و اگه دسترسی به سبزی‌های محلی شمالی دارین، خالواش و چوچاق. اگه مثل من برای 6 نفر اناربیج درست میکنین 300 گرم سبزی پاک شده میخواین که جعفری و گیشنیز هر کدوم 100 گرم، نعنا و تره هر کدوم 50 گرم و اگرم خالواش و چوچاق داشتین با نسبت برابر مخلوطشون کنین و کلاً 50 گرم به سبزیامون خالواش و چوچاق اضافه میکنین. بعد توی یه ظرف گوشت چرخ کرده رو با یه پیاز متوسط که آبش رو گرفتیم، 2 قاشق از سبزیایی که الان ریز خوردشون کردیم با نمک، فلفل سیاه و زردچوبه خوب ورز میدیم تا هم حسابی به خورد هم برن، هم چسبندگی لازم رو پیدا کنن و توی خورشت وا نرن. آب پیاز رو هم بعد از اینکه رنده کردین حتما بگیرین که باعث ترد شدن گوشت و وا رفتنش نشه. بعد از اینکه گوشت رو حدوداً 5 دقیقه ورز دادیم و به این صورت چسبندگی پیدا کرد، حتما 1 ساعت توی یخچال بهش استراحت بدیم. حالا 2 قاشق روغن میریزیم توی مایتابه و سبزیایی رو که خورد کرده بودیم حدوداً 7 دقیقه سرخ میکنیم. اگه اون سبزیای محلی که گفتم یعنی خالواش و چوچاق رو به صورت تازه نداشتین ولی خشکش رو داشتین، میتونیم توی این مرحله به سبزیا اضافهش کنیم. البته این مرحله هم نه چون تلخ میشه. وقتی سبزیاتون سرخ شد و خواستین از روی حرارت برش دارین، نصف قاشق خالواش و نصف قاشق چوچاق بریزین توش و 30 ثانیه با باقی سبزیا تفتش بدین. ببینید سبزیای من بعد از 7 دقیقه آماده شدن. اینجا باید سبزیای خوش رو اگر دارین اضافه کنین و بعد بذارینشون کنار. حالا بریم سر وقت گمج و خورشتمون که 2 ساعت پخته و حسابی جا افتاده و روغن انداخته. توی این مرحله سبزیایی که سرخ کرده بودیم رو به خورشت اضافه میکنیم و همشون میزنیم تا سبزیا خودشون رو باز کنن و با باقی مواد مخلوط بشن. نگم براتون از طعمی که این سبزیا به اناربیج میدن، واقعا عالی میشه. حتما به همین روشی که گفتم امتحانش کنید. گیلانی ها معتقدن که گلپر و گردو مکملای خوبی هستن و اکثرا توی این مرحله کمی هم گلپر به خورشتشون میزنن که به نظر منم ایده خوبی و واقعا جذابش میکنه. حالا یکم خورشتمون رو هم میزنیم و مخلوطش میکنیم و بعد درش رو میذاریم تا نیم ساعت دیگه هم سبزیات توی خورشت جا بیفتن. حالا بریم سر وقت گوشتایی که 1 ساعت استراحت کردن و با دست خیس به این صورت در هر ابعادی که دوست دارین قلقلیشون کنین. گوشتای قلقلی اناربیج قرار نیست توی روغن تفت داده بشن، ولی با رعایت همین نکاتی که گفتم و در ادامه هم میگم خیالتون راحت باشه که اصلاً وا نمیرن. پس بعد از اینکه 1 ساعت توی یخچال استراحت کردن، دستتون رو خیس کنین، گوشت رو قلقلی کنین و به صورت گرد درش بیارین. اینم از گوشت های قلقلیمون. بریم سراغ گمج. به به به، ببینید چقدر جذاب شده. بعد از اینکه خورشتمون 2 ساعت و نیم پخت، یعنی 2 ساعت گردوها و نیم ساعت هم سبزی‌ها به همراه گردو، گوشتایی رو که گرد کردیم به خورشت اضافه می‌کنیم. اصلا هم نگران وارفتنشون نباشید. اگر بعد از اضافه کردن گوشت‌های قلقلی 5 دقیقه در قابلمه رو نذارین تا گوشت‌ها خودشون رو بگیرن، هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد. ببینید بعد از 5 دقیقه گوشت‌ها خودشون رو گرفتن و هیچ چیشون هم نشده. حالا اناربیج ما باید نیم ساعت دیگه هم قل بخوره تا گوشت‌ها هم بپزن. فقط توی این نیم ساعت باید در قابلمه رو نیمه باز بذاریم به این صورت. و بعد از نیم ساعت اینم از خورشت اناربیج گیلانی ما که لازمه بگم چقدر خوشمزه است یا رنگ رخساره خبر میدهد از سر درونش. به به به، جاتون خالیه واقعا. ببینید عجب چیزی شده. روغن روی خورشت رو ببینید چه روغنی انداخته گردوها. گوشتش رو ببینید که اصلاً وا نرفته. نگم براتون که چقدرم لذیذ و خوشمزه است. امیدوارم حتما این خورشت اصیل گیلانی رو درست کنید و لذتش رو ببرید.
کنار این برنج کته ایرانی و خوش عطر و طعمم که به به چه شود. پس بریم سراغ مقدار مواد لازمش تا شما هم هرچه سریعتر درستش کنید و لذتش رو ببرید. مقدار مواد لازم اناربیج برای حدود 6 نفر این هاست: گردو 250 گرم، گوشت چرخ کرده 250 گرم، رب انار ترش 2 قاشق غذاخوری، پیاز متوسط 1 عدد، آب سرد 6 لیوان، سبزی که شامل نعنا و جعفری و گشنیز و تره و چوچاق و خالواش هستش کلاً 350 گرم، نمک و فلفل سیاه و زردچوبه به همراه 1 قاشق چایخوری گلپر. خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. امیدوارم از خوردن این غذای لذیذ نهایت لذت رو ببرید و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس نوش جانت.